وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. اما آنانی که میروند و از قبر و حجر و شجری که میخواهند نه تنها آنها را شفعا نمیگردانند بلکه آنها را به عنوان خدا پرستش میکنند و از آنها میخواهند، با آنها بحث نداریم. بحث ما با کسانی هست که میروند بالای قبر ولی یا هر چی که هست، برشان میگوید که تو پیش خدا جایگاه داری، آبرو داری، ولی خدا هستی، دوست خدا هستی، نزد خدا برای من شفاعت کن، از خدا برای من فلان چیز را بخواه. بحث ما روی این هست که این توسل ناجایز هست. استاد سلیمانی عزیز گفتن که رفتن پیش شخص صالح و دعا خواستن از آن اشکالی نداره، ما روی از این هیچ بحثی نداریم. این که یک نبی یا شهید یا یک شخص صالحی که ما میبینیم که واقعا صالح است که آن هم پیش خداوند جایگاه داره، مقام و منزلت داره، ما هم روی این موضوع اتفاق نظر داریم. پس وقتی که رفتن پیش شخص صالح و نیک هم جایز و طرف صالح که پیش خداوند دارای جایگاه، مقام و منزلت هست، این هم یعنی مقبول است پیش ما، به این هم باور داریم. پس مشکل در کجاست؟ رفتن بالای قبر یک صالحی یا نبی باشه، ولی باشه، هر چه که باشه که او هم صالح هست، هم پیش خداوند جایگاه داره. رفتن ما پیش شخص صالح هم جواز شرعی داشت، در توسل جایز ما روش بحث کردیم. پس مشکل از کجا آمد؟ گفتین اینجا دو موضوع هست. دو موضوع چی بود؟ باز هم اگر برگردیم به کلام الله مجید، چون بحث اعتقاد مرجعش الله متعال هست در کتابش و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، سنت صحیحه. ما دیدیم که برادران یوسف علیه السلام رفتن پیش یعقوب علیه السلام و ازش خواستن یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی. بله، این دلیل بود برای اثبات این که ما پیش یک انسان صالح اگر بریم دعا بخوایم ازش اشکالی نداره و بلکه این یکی از عبادت هم حساب میشه. برای ما دعا میکنه و ما گویی که ما متوسل میشیم به دعای او پیش الله متعال. او انگار که شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنه، بله، که اینا رو ببخش، اون شفاعت میکنه گویی. اما چرا حالا این حکایت وقتی که ما سر قبر کسی بریم فرق میکنه؟ بسیار زیاد میبخشید، اگه اجازه میتین. اونجا برادران حضرت یوسف نزد پدرشان حضرت یعقوب رفتن و دعا خواستن. حالا هم یک کسی آغشته به یک گناه هست، گناه کرده میره، بعد میره پیش امام مسجد برای من دعا بکن، اما خودش گناه رو ترک نمیکنه، مصروف هست، ادامه میده. این رفتن فایده داره یا اونجا برادران یوسف قبل از اینکه نزد پدرشان بروند نادم و پشیمان شده بودن؟ توبه به هر حال، توبه که شرایط توبه این هست که انسان اونا توبه کردن، اونا اولا توبه کردن، گفتن اونا اعتراف کردن که ما گناه کردیم و ترک کردن، پشیمان شدن، معذرت خواهی کردن از یوسف علیه السلام. اون که به هر حال توبه، انسان وقتی که توبه رو بخواد قبول بشه پیش کسی بریم که برام دعا بکنه، اولین شرط توبه اینه که گناهش رو ترک بکنه. درست. و گناه استمرار بده و اینجا بیاد دعا بکنه، چه فایده؟ مثل کسی اینطور برداشت نکنه که شخص صالح هست، خودش مصروف گناه است، هفته یک بار بره و بگه برام دعا کن. مثل کسی است که از طرفی سم میخوره، از طرف دیگه دارو میخوره. این دارو چه سودی میکنه؟ براش فایده ای نداره. اما چه فرقی بین توسل به دعای صالح انسان زنده و کسی که فوت کرده هست؟ فرق سر این دو تا است. این دو مسئله که ما گفتیم تفاوت بین انسان صالح حی یا همون زنده است، بله، و انسانی که فوت کرده، که اینو قرآن به ما داره اشاره میکنه. ما وقتی که میبینیم که مثلا ابو جهل یا قوم نوح یا هر کسی میرفتن میگن یا هبل، و قرآن میفهمن میگفتن شفاعت ما رو پیش الله تعالی بکن، مشکل کجاست؟ الان انسان صالح اولا که میشنوه صدای ما رو، یک. دوما وقتی هم که شنید تا وقتی که دعا نکنه فایده ای نداره. اصلا خود برادران یوسف وقتی رفتن پیش پدرشون گفتن یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین. اگر آیه همینجا آیه 97 تا اینجا تمام میشد که بای بابا برای ما دعا بکن، ما گناهکار هستیم، و ادامه نمیومد که آیا یعقوب دعا کرد یا نکرد، ما اصلا نمیتونستیم دیگه بگیم آقا دعای انسان صالح هم میتونه فایده بکنه. چرا؟ چون اینکه دلیل نمیشد. برادران خواستن ازش آیا پدر این کارو کرد؟
وقتی که یعقوب علیه السلام گفت قال سوف استغفر لكم ربی، به ندای اونها لبیک گفت باشه منم برای شما دعا میکنم. فعل یک پیامبر معصوم که الله تعالی فرمود که اونها برای شما حجتن، در سوره مبارکه انعام آیه 90 برای ما تمام انبیا رو الگو قرار داده. این دیگه تایید شد کار. درست. پس اولا شنید و متوجه دعا شد، خواسته اصلا متوجه بشه یا نه. کسی هست که من برم پیش کسی که اصلا نابیناست یا ناشنواست، هر چی بهش بگم خب چه فایده هست؟ ولی که انسان صالحی باشه، ولی که انسان پیش خود مقربم پیش الله تعالی باشه، ولی وقتی که صدای منو نمیشنوه، وقتی که اصلا متوجه خواسته من نمیشه، این چه فایده ای داره این دعای من و این طلب من؟ و دوم این که استجابت هم بکنه. وقتی که قبول بکنه، من برم بگن پیش یک انسانی برم، انسان صالحی هم پیش من هست، بگم برای من دعا بکن، ولی دعا نکرد، چه فایده؟ هیچ. من از این کارم چه سودی کردم اصلا؟ الان این دو مورد رو ما میخوایم بررسی بکنیم. درست. آیا اولا اینها میشنوند ندای ما رو؟ دوم اگر شنیدند آیا ندای ما رو استجابت میکنن، یعنی قبول میکنن که برای ما دعا بکنن یا نه؟ این دو تا موضوعه. این دو موضوع مهم است. این دو موضوع اگه حل بشه مسئله حله. درست. اما در قرآن کریم وقتی که میایم این دو موضوع رو مطرح میکنیم، رو موضوع اول اصلا این صدای ما رو میشنون. در سوره مبارکه فاطر بعد از این که الله متعال آیه 12 و 13 خودش رو توصیف میکنه، صفاتش رو میگه که آسمان و زمین مخالقش من هستم، به دست من شب و روز و به هر حال من مسخر میکنم همه چیز رو، تدبیر امور آسمان و زمین به دست من است. در پایان آیه 13 میفرماد والذین تدعون من دونه، اون کسانی رو که به غیر از الله متعال به فریاد میخوانید، دعا میکنید، میخوانید، از اونها میطلبید، ما یملکون من قطمیر. اولا که اینا اصلا خودشون به ذاته مالک پوست هسته خرما هم نیستن. درست. یعنی اگه به این نیت این کار میکنید که این شخص خودش اختیاری داره که اولا خیال جمع باشه، این اصلا هر کسی میخواد باشه، من دونه دیگه، والذین تدعون من دونه، هر کسی غیر از الله تعالی. اینا پوست یک هسته خرمایی را مالک نیستن، چه برسه که بخوان مالک آسمان و زمین و شفاء و خزانه ها باشن. این یک بخش. این که جواب اون کسانی بود که اصلا میگن اینا خودشون صاحب اختیارن. درست. این فرمود والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. خب اگر کسی بگه خدایا ما که نگفتیم اینها صاحب اختیارن، مقرب که هستن پیش تو، اینا بخش دوم رو هم در ادامه الله متعال جواب میدهد. ان تدعوهم، خب شما میگید پیش من مقربن، میگید که دعا بکنید تا پیش من بیان شفاعت بکنن. ان تدعوهم، اگر اونها رو بخوانید، لا یسمعوا دعاءکم، نمیشنوند دعای شما رو. این کلامی کی است؟ الله. این رو در قرآن کریم سوره فاطر آیه 13 پایان آیه، هر عزیزی قرآن برداره بخونه. الله متعال میفرماد اون کسانی رو که غیر از الله متعال میخوانید، من دونه یعنی هر کسی، همه مخلوقات الله متعال بلا استثناء، فرشتگان، انبیا، اولیا، ما یملکون من قطمیر. اولش که اصلا اینها مالک هیچی نیستن حتی برای خودشون. و ما خواندیم که در آیه 188 سوره مبارکه اعراف الله متعال از قول رسول صلی الله علیه و سلم که سردار کائنات است میفهمد قل، بگو پیامبر من، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من برای خودم مالک نفع و ضرر نیستم، شما که به جای خود. این اولا که اینا اصلا خودشون تمام اولیا اون احترام و جایگاهشون، قداستشون اون به جای خودش محفوظه. درست. اما انسانن، اما مخلوقن. در ثانی ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، الله متعال میفهمد اگر شما اینها رو بخوانید نمیشنوند صدای شما رو. دیگه دوستان، دیگه کسی که قرآن میخونه نیاد جدل بکنه، اونا رو میرسیم بهش که آقا پس چرا فلان کتاب اینطور گفته، چرا فلان روایت اینطور گفته، چرا اونا همش جواب داره. این قاعده کلی است. الله متعال میفهمد لا یسمعوا دعاءکم، نمیشنوند. خب حالا میایم سراغ دیگر. حالا من این رو همینجا میخوام این بحثو اینجا نگه داریم، این دعایه رو تا بریم سراغ برخی از شبهات. لا یسمعوا دعاءکم، آقا مگه خود قرآن نفرمود که شهدا زنده هستن؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا. در به مرده ها نگویید که، به شهدا نگویید که مردن، بلکه زنده‌اند. در آیه 154 سوره مبارکه بقره، در آیه 169 سوره مبارکه آل عمران الله متعال فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. فکر گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدن زنده مردن آنها زنده‌اند. آقا مگر ما در روایت‌های صحیح نداریم که انبیا در قبر زنده هستند؟ این مواردی مثل این
انبیا، حیات انبیا در قبر، حیات شهدا در برزخ، تمام آنچه که در این هیته داخل است. چه این دعایی که از سوره از بقره و آل عمران خواندیم برای حیات شهدا، بله و آن روایت هایی که دلالت میکنه بر حیات انبیا در قبر، درست. همه این موارد، همه اینها جوابش. اولا کسانی که به این استدلال میکنن، اینا دلیلشون چی میگن؟ میگن خب الله تعالی گفت اینا زندن دیگه، خدا بله. میگه شهید زنده است. بله خب چون زنده است پس ما دعای انسان صالح زنده دیگه، شما گفتید دعای انسان صالح زنده، بله فلان امام شهید شده. حالا این شده. که اولا که این استدلال از این میخوان دلیل بگیرن برای تمام انبیا و اولیا. اولا که خدا اینجا درباره شهدا گفته، نه که همه انبیا و اولیا. یعنی شهید هم خب انبیا هم همه شهید نشدن، اولیا هم همه شهید نشد. درست. خب میگن روایت هم هست که انبیا حیات خاص دارن، در قبر زنده هستن، عبادت میکنن. ما اصلا روی بحث سندیت و ایناش هم نمیریم، میگه همش قبول، درست. همش قبول باشه، همه اینا قبول. آیات قرآن که شکی درش نیست، روایت هم همه قبول. الان میان سراغ این موضوع که کسانی که میگن قیاس میکنن حیات، میخوان از این دلیل بگیرن که خب چون استغاثه و طلب خواستن و توسل به دعای انسان صالح در حیات زنده بود، جایز بود، انبیا و اولیا و شهدا هم در قبر زنده هستن، پس این هم اشکالی نداره. اولا که ما وقتی که صحبت از حیات برزخ میکنیم، زندگی در برزخ، برزخ چی است؟ فاصله بین دنیا و قیامت. بله. ما این رو بهش میگیم برزخ. در این فاصله ما انسان ها زنده هستیم. مرگ پایان زندگی هیچ انسانی نیست. به اون معنی که ما فهم میکنیم مرگ یعنی تمام شدن انسان، نه، ما اصلا قرار نیست تمام بشیم الا ماشاءالله. ما قرار نیست از بین بریم، ما هستیم تا ابد هم هستیم، فقط مرحله زندگی ما عوض میشه. ما از دنیا میریم به یک مرحله به اسم برزخ و در اون مرحله ما زندگی میکنیم، همه ما انسان ها، خوب و بدمون، حتی کفار و مشرکی، یک حیاتی داریم به اسم حیات و زندگی برزخی، باش میگیم زندگی برزخی. درست. رسول الله فرمود کسی که از دنیا بره، یا جاش یا قبرش یک باغ از باغ‌های بهشتی یا جاهلی از چاله‌های در جهنم. یک زندگی برزخی داریم، عذاب قبر و همه اینا در اون داخله. پس این زندگی اولا که زندگی مال همه است، تنها مال شهدا و انبیا نیست. این یک، درست. اینو ما مد نظر داشته باشیم. زندگی قبر مال همه است، حیات برزخی مال همه است. ما یک زندگی داریم در دنیای دیگه، بعد از اون دوباره میریم یا بهشت یا دوزخ که الله تعالی ما را از دوزخ نجات بده. این یک مورد. پس این نمیتونه فضیلت باشه برای اینکه ما توجیه بکنیم که اینا زندن، همه زندن. اون زندگی برزخی که مراد این عده است که از این آیات استنباط میکنن، اون برای همه است. اما خب چرا قرآن اینها رو خاص کرد؟ روایت اینها رو خاص کرد. این فضیلتی است برای شهدا. در همین دعایی که درباره شهدا ذکر میکنه الله متعال در آیه 154 بقره و 169 آل عمران، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آیه رو کامل بخونید، انصاف داشته باش. آیه 154 بقره اگه میگه نگید به مرده ها، به شهدا نگید مردند، اونها زنده هستن، ولکن لا تشعرون، ولی شما نمیدانید، نمیفهمید. این از شعور گرفته شده، یعنی احساس، درک نمیکنید. چی رو درک نمیکنید؟ نحوه حیات اونها رو، چگونگی زندگی اونها رو. الله متعال باز در توضیح بیشتر این آیه در آیه 169 سوره آل عمران میفهمد که بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینها زندن، زندگی اینا با بقیه فرقش چیه؟ همه زنده ایم. مگه اون ابو جهل الان در قبر تموم شده، پوت شده، هیچ خبری ازش نیست؟ الان در عذاب میبینه. الله تعالی میفهمد همون روزی که فرعون به قبر رفت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، نه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. از این آیه ما استنباط میکنیم بر عذاب قبر کم، یعنی صبح و شب الله تعالی میفهمد به فرعون و آل فرعون عذاب میرسه. درست. این عذاب وقتی که مرده باشه چه معنایی داره؟ یعنی حیات نداشته باشه، یک حیاتی داره که عذاب میبینه. الله متعال میفهمه شهدا عند ربهم، اینها در بهشتن نزد الله متعال، یرزقون، رزق داده میشن. این یک درجه خاص دارن. الله متعال میفهمه عند ربهم، نه عندکم. این حیات مثل حیاتی که پیش شما بودن نیست. اگر حیات انبیا و اولیا مثل و شهدا قیاس میکنن، اینها میگن خب مثل حیات انسان زنده صالح هست. اگر زنده صالح بود چرا دفنش کردید؟ چرا گذاشتیمش تا آخر قبر؟ کدوم انسان زنده رو بعد میگذاره تا آخر قبر؟ زنده در گور چرا کردید؟ این زنده به گور کردن میشه دیگه.
چرا مالش رو به ارث بردید؟ چرا این همه سر صدا میکنید که بعد از رسول الله مال فدک و فدک و فدک به ارث رسید؟ این بحث دیگه. هر شهیدی وقتی فوت میکنه، نه تنها رسول صلی الله علیه و سلم، هر کسی تمام انبیا، تمام اولیا، هر کسی که از دنیا میره، شهدایی که الله تعالی فرمود زنده هستن، حکم شهید چی است؟ اگر این شهید اگر این زندگی برزخی مثل زندگی دنیاست، پس چرا قبر میکنید؟ پس چرا دفنش میکنید؟ پس چرا مالش رو برسونید؟ پس چرا خانومش رو اجازه داره که ازدواج بکنه با کسی دیگری اگر این زنده است؟ به این معنا که آقا خانم، الان کسایی که در جنگ ایران عراق کشته شدن، خانماشون رو که نصفشون رو آقایونی که همین الان میگن شهدا زنده هستن و بر همین حجت استغاثه رو توجیه میکنن که همه خانماشون، این شما گرفتید بردید. این که زنده بود چرا خانمش رو بردید؟ خانم انسان زنده رو کی جرئت میکنه ببره کسی به عقد خودش در بیاره؟ پس این موارد اشاره به این داره که اون زندگی با این زندگی فرق میکنه. ما آنچه که به اسم علم غیب هست، این یکی از بخش‌های علم غیبه که فقط بخش‌هایی رو که ما قرآن و سنت صحیح بر ما بیان کرده میتونیم بفهمیم که زندگی اونا به چه شکل است. اما این زندگی هرگز مثل زندگی دنیای ما نیست که ما بگیم چون در دنیا من میرفتم بالا سرش درد دل میکردم، الان میرم درد دل بکنم، چون دعای منو میشنید قبول میکنه. پس این موضوع اول. حالا به فرض روی این موضوع من نمیخوام زیاد بحث بکنم که حالا آیا مردگان میشنوند یا نمیشنوند. الله متعال فرمود که لا یسمعوا دعاءکم. حالا یه عده بگن آقا فلانی گفت میشنوه، فلانی گفت میشنوه، فلان روایت اینطور میگه رسول الله فرمود که قبر من هر کسی بیاد سلام بکنه من سلامشو میشنوم و ملائکه برای من از جای دور اگر کسی بیاد سلام رو میرسونه. خب به فرض قبول میکنیم به فرض که میشنوه، اصلا اینم قبول تا اینجا که اصلا خودش دلایل به جای خود، بازم قبول که میشنوه. درست. این یک چیز، البته یک پرانتز باز کنیم، اگر میشنون کسانی هم که تا حدودی میگن که آقا مردگان میشنون، این رو از امانت علمی نگذاریم، به هر حال یک وظیفه علمی است که برخی از اهل سنت هم حتی بر این نظر هستن که مردگان میشنون. بله. اما این مردگان میشنون آیا هر چیزی رو میشنوند و همه جا میشنوند؟ این یک موضوع است. اولا کسانی که قائل به این هستند که مرده میشنوه فقط سر قبرش قائل به این موضوع هستند. هیچ کسی از اهل سنت، هیچ کسی قائل به این نیست که مرده همه جا و هر وقتی صدای هر کسی رو میشنوه. اون کسانی که حالا میخوان ازشون استناد بکنن که آقا این مرده میشنوه فقط سر قبر، اونم فقط چی؟ اونم فقط همین موضوع سر قبر که کسی رفت یک صحبتی کرد میگن آقا سر قبر میشنوه. پس کسانی که بر این باورن که انبیای الهی و اولیای الهی همه جا حاضر و ناظر هستن، اینها اولا میگن خب مرده میشنوه. ببینید چقدر تلبیس داره انجام میشه. دلیل میارن که مرده میشنوه. خب اون کسانی که قائل ولو این که بپذیریم که مرده میشنوه، هر کسی هم که از اهل سنت دلیلی آورده که مرده میشنوه، به این فقط در این محدوده قبر گفته کسی بیا سر قبر صحبت کنه میشنوه. اما همین افراد هم که میگن مرده میشنوه هرگز نگفتن خارج از قبرستان هم میشنوه. هرگز نگفتن شما تو خونه خودت هم باشی بگی یا فلان مدد میشنوه. هیچ کسی این حرفو نزده. اما اینها که خب تو خونه نشسته یا فلان مدد یا فلان مدرکنی یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، این که از این باب. اگر کسی به این باور باشه که مردگان در همه جای دنیا، نه تنها فقط سر قبرشون، همیشه حاضرند و ناظرند و میشنوند و میبینند، این که شرک است و کفر است، در این شک نیست. درست. اما بریم سراغ موضوع دوم. قرآن فرمود که ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، صدای شما رو نمیشنون. به فرض که میگیم بشنون. خب حالا برگردیم به سراغ آیه سوره مبارکه فاطر. من این رو یک فاصله زدیم چون برسیم به ادامه توضیح آیه. آیه فرمود در آیه 14 سوره مبارکه فاطر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم. اولا که شما بخواید نمیشنون. خب شما زیاد میگید میشنون این ور اون ور. ولو سمعوا، شنیدن. الان موضوع اول رو رد کردیم. درست. با تمام تفاصیل. درست. ولو سمعوا، الان به فرض این که آقا اینا شنیدن، قرآن میفهمد. ما چه گفتیم اول؟ گفتیم اولا اصلا باید بشنوه، ثابت بکنین که بشنوه، دوی خودش قید و قال هست. ما قبول کردیم آقا میشنوه. قرآن میفهمد ولو سمعوا. خب خلاص قبول کردیم به فرض محال که بشنون. چون وقتی که ابتدای آیه فرمود ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، الله تعالی فرمود وقتی که بخوانید شما دعای شما رو نمیشنون، نمیشنون دیگه. الله تعالی که اون خودش خالقه، اون خبر داره از برزخ.
حالا میدونه که برخی از بنده ها زیاد تلقی میکنن خدای تو گفتی زنده انبیا، تو گفتی شهدا میشنون زندهن فلان، انت ولو سمعوا، تا اینجا هم قبول کردیم پر شرط اول. خب شنیدن. الان کسی بشنوه اما دعا نکنه چه فایده میکنه انسان؟ الان چی میفهمد؟ اگه کسی بشنوه، من به شما میگم استاد رحیمی بر من دعا بکن، شما دعا نکنید، من از این درخواستم چه سودی کردم؟ چه فایده میکنه؟ شما دعا نمیکنید. خب اصلا هدف من این بود که شما دعا کنید که نکردید. خب چه فایده ای کردم از این کار؟ الله متعال میفهمد اولا که نمیشنون. شما زیاد میگید میشنون قبول، آقا تمام دلایل شما قبول. ولو سمعوا، اگر بشنون هم لا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، استجابت نمیکنند. خلاصه کلام تموم شد. الله متعال فرمود اولا که نمیشنون. ما دلایل زیاده ما آوردیم که قیاس انسان صالحی که داخل قبر است با انسان صالح حی زنده هیچ قابل قبول نیست. ولو اینکه اون چیزایی که شهدای کلام متعال میفهمند زنده است، اون زندگی با این زندگی اصلا قابل قیاس نیست، چون یک دنیای دیگه است، یک عالم دیگه است که اون عالم مثل این عالم نیست. اون زنده مثل این زنده نیست. زیر قبر ما اگه با قبرش باز کنیم شاید استخونش هم ببینیم. شاید فقط استخونش ببینیم. اون دنیا یک دنیای دیگه است، این دنیا یک دنیای دیگه است. به فرض هم که بشنون الله متعال میفهمند مستجابوا لكم، نمیتونن استجابت بکنن. این قول کیه؟ الله تعالی است. الله تعالی میگه من مخلوقی به این صفاتی که شما فکر میکنید من نیافریدم. عالم برزخ این عالم اینطوری نیست که شما فکر کنید هر کسی رفت دعا بکنید برای شما، بخواید ازش، بطلبید ازش برای شما کمک بکنه. اولا که خودشون مالکی چی نیستن، دوما که نمیشنون. به فرض که بشنون هم مستجابوا لكم. ادامه آیه چی میفهمد؟ و یوم القیامه و یوم القیامت یکفرون بشرککم. روز قیامت هم که با همین ولی روبرو بشید اونها انکار میکنن شرک شما رو. یعنی چی؟ یک دفعه صحبت از شرک میاد در آیه. خب این شخص رفت سر قبر به نیت توسل، بحث این بود شرک نکرده. از اول بیایم موضوع رو. بله. این میخواد تقرب بکنه به الله تعالی و ابتغوا الیه الوسیله. بله. رفت سر قبر یک انسان رجل صالح نیکی، به قول خودش هی، به قول خودش هی. بله. تو میگه زنده است در قبر، میشنوه صدای ما رو. الله متعال این عمل رو، رفتن سر قبر یک انسان صالحی که از دنیا رفته، از انبیا، از اولیا، و از او بخواهیم که بین ما و الله تعالی شفاعت بکنه. فقط این، یعنی هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یعنی تو برو پیش خدا شفاعت منو بکن. اگر از اون صاحب قبر مستقیم خواستن که اون که اصلا دیگه اون که از ابوجهل و ابولهب بدتر میشه طرف. همین که فکر بکنه بین خودش الله تعالی عده‌ای هستن در قبر، اونایی که از دنیا رفتن، ما اونایی که زنده هستن با این حرفی نداریم. بله. اونایی که از دنیا رفتن کسی بره این کارو بکنه و خاص از اون بخواد که شفاعتش رو بکنه، این میشه چی؟ اینو الله تعالی میفهمه، این صحبت من نیست. همین آیه 13 14 سوره مبارکه فاطر فرمود و یوم القیامت یکفرون بشرککم. روز قیامت این شرک شما رو انکار میکنن. عین همین تعبیر رو ما در چی داریم؟ در آیه 5 سوره احقاف. در سوره احقاف آیه 5 الله متعال میفهمد و من اضل، کیه گمراه تر؟ اینو ما این تعبیر کیه گمراه تر ما بهش میگیم استفهام انکاری در ادبیات عرب. یعنی از این عده گمراه تر نیست، یعنی از اینا گمراه ترین انسان ها. کیا هستن گمراه ترین انسان ها؟ من کیه گمراه تر از کسی که یدعو من دون الله، میخواند غیر الله تعالی رو. من دون الله، غیر الله تعالی، انبیا، اولیا، تمام مخلوقات الله تعالی. ما شاید اینجا من دون الله هدفش چیزهای بعدی باشن، نه اولیاء الله. ببینیم وقتی الله تعالی میفهمد من دون الله معناش چیه؟ غیر الله. آیا جبرائیل الله هست؟ آیا میکائیل الله هست؟ آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم الله هست یا غیر الله؟ این جواب بدید. من دون الله یعنی چی؟ یعنی غیر الله. اینا یا الله یا غیر الله ان دیگه. تمام مخلوقات عالم یا باید قبول کنیم نعوذ بالله اینا جزئی از الله هن. این که شرک، این که اصلا دیگه جای بحث نیست کسی بگه اینا جزئی از الله هستن. یا اینها الله هن یا غیر الله هن. یا خالقن یا مخلوق. یا خالق یا مخلوق. هر موجودی یا خالق یا مخلوق. یا خودش خلق کرد یا موجود اومد. یک مرتبه وسطی دیگه نداریم. غیر از این نداریم دیگه. یا خدا باید باشه یا مخلوقات خدا باید باشه. دیگه مرحله سوم چی وجود داره الان اینجا؟ اگر کسی نعوذ بالله حتی بگن معاون خدا هم هست، خب اون خدا خلق کرده باز نشد، باز شد خدا و غیر خدا. و من اضل ممن یدعو من دون الله، کسانی رو به غیر از الله متعال میخوانند من لا یستجیب له الی یوم القیامه. سوره 5 سوره احقاف.
کسانی را میخواند غیر الله متعال، یعنی غیر الله متعال. اگر کسی دعا بکنه که دعاشو بخوان استجابت کنن، الله متعال میفهم تا روز قیامت هم که هست اینو دعا کنن اینا استجابت نمیشن. این کسایی و که هم استجابت عن نمیکنن دعائهم غافلون، این کسانی که استجابت میگن میکنن ما کسایی را دعا میکنیم اونها استجابت میکنن و از دعاهای ما غافل هم نیستن. اینها این کیا آیت هستن؟ کیا هستن اینها؟ الله متعال میفرماید آیا الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا الله متعال که میگه من همچین کسایی رو خلق نکردم عالم تر است یا این بنده ای که هنوز نفهمید روخانی قرآن بلد نیست؟ این میخواد برای الله متعال تعریف بکنه، خلقت الله متعال رو براش معرفی بکنه که یا الله نه تو این مخلوقاتی داری، نعوذ بالله تو خودت خبر نداری، تو درسته که در قرآن اینا رو گفتی اما من دیدم، من مخلوقاتی داری که این قدرت داره. الله میگه من ندارم، حالا اینا میگن نه تو داری. مالک عالم میگه من ندارم همچین مخلوقاتی. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، شما چیز از الله متعال از چیزی آگاه میکنید که در علم الله متعال در آسمان و زمین همچین چیزی نیست، اصلا خلق نشده که چی در علمش نیست اصلا، نه قبلا بوده نه الان قرار باشه و نه در آینده خواهد بود. علم الله تعالی نیست، یعنی این وقتی در علم الله تعالی نیست یعنی نه قبلا بوده نه الان هست و نه قراره که در آینده باشه اصلا، چون در علم الله تعالی نیست یعنی اصلا الله تعالی اراده نداره همچین موجودی خلق کنه، همچین واسطه گری بین شما باشه. و من اضل ممن یدعو من دون الله، ما اصلا و هم تو این آیه ببینیم که و هم عن دعائهم غافلون، هم این کیه؟ این ضمیر هم برای چی استفاده میشه؟ ضمیر هم جمع مذکره که برای ذوی العقول استفاده میشه. اون کسانی که صاحب عقلند، اون انسانها، اون موجوداتی که میفهمن درک میکنن. اینجا کسی نهید بگیم من مراد بوته، چون هیچ وقت برای بوت ضمیر هم استفاده نمیشه. الان اینجا و هم عن دعائهم غافلون، اینها از دعایشون غافل هستن. و بعد در آیه بعدی میفهمد و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم کافرین. روز قیامت هم و اذا حشر الناس، این شبیه همون آیه 14 سوره مبارکه فاطر است. وقتی که روز قیامت حشر میشن، كانوا لهم اعداء، کیا دشمن کیا میشن؟ اون کسانی که فرا خوانده میشدن از اولیا و انبیا، دشمن کسانی میشن که اونها رو میخواندن. و كانوا بعبادتهم، با اون کسانی که مورد عبادت قرار میگرفتن و ندا و استغاثه به عبادت کسانی که اونها رو میخواندن کفر میورزن، یعنی انکار میکنن این کارشون رو. خب با عبادتشان این کار میکردن، اینا که عبادت نمیکنن تنها از او کمک میخوان، شفاعت میخوان، سفارش میخوان. خود الله متعال فرمود و کانوا بعبادتهم، این عبادت اینا چی بود اصلا؟ در اول آیه قبل چی فرمود؟ و من اضل ممن یدعو، اصلا صحبت از دعاست، صحبت از خواستنه، صحبت از طلبیدنه. الله متعال همین رو میگه عبادت، خود همین اصلا استغاثه یعنی فلان خواستن، این میشه عبادت. خلاصه صحبت اینه که الله متعال در آیاتی که ذکر کردیم فرمود که کسانی که به این حجت میرن سر قبر اولیا و انبیا، یا اصلا نمیرن، زحمت هم نمیدن به خودشون، یک گوشه نشستن یا فلان ادرکنی یا فلان مدد، اینها با وجود اینکه ولو اینها بگن فقط ما این عده رو بین خود و الله متعال شفاعتگر میدانیم، شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن به خاطر تقرب به الله متعال، این شرک است، این کفر است. و از کجا این توسل یک بعد دیگه هم داره که اینها یک سری از صفات الله متعال رو هم اختصاص میده. کسی که مثلا نشسته سر قبر هم نمیره، حتی اون کسی سر قبر میره خب بنده میشنوه، کسی که سر قبر نمیره میگه که این حاضر و ناظر و سمیع مطلقه و بصیر مطلقه. و این مواردی است که در باز ان شاء الله یک بخشش برمیگره به اسماء و صفات که ان شاء الله در بحث اسماء و صفات الله متعال ان شاء الله بیشتر در بحث صحبت خواهیم کرد. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني